سلام به شما که به ما پیوستین. امروز میخوایم با هم بریم سراغ یه اثر خیلی مهم، خیلی هشدار دهنده، 1984 از جورج اورول. آره، یه شاهکاره واقعا. داستان میبرتون به آوریل 1984. اقیانوسیه، یه ابرقدرت خیالی. فضا از همون اول خیلی سرد خاکستریه، درسته؟ دقیقاً، یه حس خفقان و نظارت دائمی. این تصاویری هم که میبینید از فیلمیه که از روی این رمان ساختن. کمک میکنه فضا رو بهتر حس کنیم. شخصیت اصلی وینستون اسمیت یه مرد حدوداً 39 سال است. یه کارمند معمولی توی این سیستم عظیم. آره، کارمند دونپایه حزب. همه چیز حول حزب میچرخه. نکته جالب اینه که حتی تو خونه خودش هم راحت نیست. یه دستگاهی هست به اسم تلسکرین. صفحه سخنگو. آره، هم مثل تلویزیونه که دائم داره تبلیغات حزب رو پخش میکنه، هم مثل یه دوربین مداربسته است که همه حرکات رو زیر نظر داره. و اون نماد اصلی قدرت، برادر بزرگ، پسترای غول پیکرش همه جا هست، با اون چشمایی که انگار دنبالت میکنن. و اون شعار معروف، برادر بزرگ تو را میپاید. وحشتناکه، حس میکنی هیچ جا تنها نیستی. دقیقاً. نکته اینجاست که این فقط یه پوستر نیست، نماد نظارت مطلق و دائمیه. جالبه که خود برادر بزرگ رو هیچ وقت نمیبینیم، بیشتر شبیه یه اسطوره است. یه مفهومه. بله. و این کنترل فقط فیزیکی نیست، یعنی عمیقاً روانی و ذهنیه. مثلا محل کار وینستون اسمش وزارت حقیقته. ولی کارش دقیقاً برعکسه. یعنی حقیقت چیزیه که حزب در هر لحظه میگه هست. و نکته خیلی مهم، بازی با زبانه. اسم وزارتخونه ها رو ببین. آره، خیلی عجیبه. وزارت حقیقت کارش چیه؟ جعل تاریخ. دقیقاً. وزارت صلح جنگ راه میندازه. وزارت فراوانی عمدن کمبود ایجاد میکنه. و از همه بدتر وزارت عشق که مرکز شکنجه است. بله. مرکز شکنجه و بازجویی و مغزشویی. این اولین قدمه برای اینکه معنی کلمات رو از بین ببرن و در نتیجه فکر کردن رو محدود کنن. و شغل وینستون هم دقیقاً تو همین بازی با کلمات و تاریخه. توی وزارت حقیقت کار میکنه. آره، کارش اینه که مدارک قدیمی، روزنامه‌های قدیمی، همه چیز رو دستکاری کنه تا با آخرین دروغ حزب هماهنگ بشه. گذشته رو دائما پاک میکنن و از نو مینویسن. و بدتر از همه جرم اندیشه. یعنی حتی فکر کردن علیه حزب، حتی یه حالت چهره ناموافق میتونه جرم باشه. لازم نیست کاری کنی یا حرفی بزنی. فقط تو ذهنت مخالف باشی. کافیه. همین نشون میده کنترل تا کجا رفته، تا توی ذهن افراد. خب با وجود همه این فشار و کنترل، این وینستون ما یه جرقه‌ای تو وجودش میزنه، یه کار خیلی خطرناک میکنه، درسته؟ آره، میره یه دفترچه خاطرات قدیمی میخره. تو اون دنیا این خودش یه حرکت خیلی بزرگه. یه گوشه آپارتمانش که فکر میکنه از دید تلسکرین دوره، شروع میکنه به نوشتن. مینویسه مرگ بر برادر بزرگ. وای. خودش هم میدونه این یعنی دیگه کارش تمومه. دیر یا زود گیر میفته. ولی اون نیاز به بیان خودش، به ثبت یه فکر مستقل، از ترسش قوی‌تر انگار. نشون میده که میل به آزادی و حقیقت چقدر عمیقه تو انسان. بله، حتی زیر وحشتناکترین سرکوب‌ها. جالب اون توصیفات کتاب از جزئیات زندگی وینستون، مثل بوی کلم پخته تو راهرو یا آسانسوری که خرابه به خاطر صرفه‌جویی برای هفته نفرت. همه اینا کمک میکنه اون حس خفگی و فرسودگی رو بهتر درک کنیم. انگار همه چیز داره میپوسه، جز سیستم کنترل که قوی‌تر میشه. درسته. خب بعدش وارد یه مرحله جدید میشیم، آشنایی با جولیا. آره، جولیا، دختری که تو یه بخش دیگه تو همون وزارت حقیقت کار میکنه. اولش وینستون فکر میکنه شاید جاسوس باشه، یکم مشکوکه بهش. ولی بعد یه اتفاق غیر منتظره میفته. اون یادداشت معروف. آها، وقتی جولیا زمین میخوره وینستون کمکش میکنه. اونم یه تیکه کاغذ کوچیک میذاره کف دستش که روش فقط نوشته دوست دارم. فقط همین 2 کلمه. تو اون دنیا مثل بم میمونه، نه؟ قطعاً، چون عشق واقعی، رابطه شخصی، لذت، اینا چیزاییه که حزب به شدت سرکوبشون میکنه. چرا؟
میگه حزب با سرکوب غرایز طبیعی و عواطف اون انرژی سرکوب شده مردم رو تبدیل میکنه به یه جور هیستری جمعی. یعنی چی؟ یعنی نفرت کورکورانه علیه دشمنای فرضیشون و پرستش بیچون و چرای برادر بزرگ. آها، پس انرژی رو هدایت میکنن. دقیقاً. برای همین عشق بین وینستون و جولیا فقط یه مسئله شخصی نیست، یه عمل سیاسیه، یه جور شورش علیه کل ایدئولوژی حزب و این شروع یه رابطه مخفیانه و پرخطره. چون عشق و لذت جنسی هم توی دنیای اوشنیا یه جور شورش محسوب میشه. حزب میخواد اینها رو کنترل کنه، فقط در خدمت تولید مثل برای حزب باشه. و شورش جولیا با وینستون فرق داره انگار. درسته. وینستون بیشتر دنبال یه تغییر بزرگ، یه انقلاب شاید باشه. ولی جولیا شورشش خیلی شخصی تره. قوانین رو زیر پا میذاره که از زندگیش لذت ببره. اون روبان اتحادیه ضد سکس جوانان رو میکنه، شکلات قاچاق میخوره. اینا کارهای کوچیکه ولی تو اون سیستم خیلی معنی داره. بعدش اونها یه پناهگاه مخفی پیدا میکنن. آره، یه اتاق کوچیک بالای مغازه عتیق فروشی آقای چارینگتون. جایی که تلسکرین نداره. اون اتاق برای مدت کوتاه میشه نماد آزادی، حریم خصوصی و اون دنیای قدیمی و گمشده‌ای که وینستون همیشه حسرتش رو داره. همزمان با این رابطه یه شخصیت دیگه هم ذهن وینستون رو درگیر میکنه. اوبراین، عضو بلندپایه حزب داخلی. وینستون یه جورایی حس میکنه اوبراین هم مثل خودشه. ناراضیه. فکر میکنه شاید اونم مخالف باشه؟ آره، حتی فکر میکنه شاید عضو اون گروه مقاومت زیرزمینی و افسانه‌ای باشه، برادری، که رهبرش امانوئل گلدستاینه، دشمن شماره 1 حزب. که البته معلوم نیست واقعا وجود خارجی داره یا نه. دقیقاً، شاید همش یه امید واهی برای وینستونه. و این امید وقتی بیشتر میشه که اوبراین بهش نزدیک میشه. اوبراین وینستون رو به خونش دعوت میکنه. وینستون این رو یه نشونه میبینه، یه فرصت طلایی برای پیوستن به مقاومت واقعی. خیلی ریسکیه ولی میره. وینستون و جولیا با هم میرن پیش اوبراین و اونجا دیگه دل رو به دریا میزنن، اعتراف میکنن که از حزب متنفرن. میگن حاضرن هر کاری بکنن. بله، و اوبراین هم خیلی مرموز اونها رو مثلا به عضویت برادری در میاره. و اونجا یه اتفاق خیلی عجیب میفته. اوبراین تلسکرین رو خاموش میکنه. کاری که برای عضو عادی حزب غیر قابل تصوره. این حرکت هم میتونه نشونه قدرت زیاد اوبراین باشه، هم یه جور تست برای وینستون. بهشون شراب میده که کمیابه و بعد به سلامتی کی می نوشن؟ امانوئل گلدستاین، دشمن شماره 1 حزب. دقیقاً. و وینستون و جولیا هم همراهی میکنن. اوبراین هم قول میده کتاب گلدستاین، یعنی مانیفست انجمن برادری، رو به وینستون بده. یعنی دیگه وینستون مطمئن میشه که راه رو درست اومده و به مقاومت پیوسته؟ اون لحظه اینطور فکر میکنه. اونقدر تشنه این ارتباط و این امیده که شاید نشانه‌های خطر رو نمیبینه یا نادیده میگیره. اینجا دیگه وینستون باید حسابی هیجان زده شده باشه. کتابی که انگار خیلی از چیزایی که وینستون خودش بهشون فکر کرده بود رو تایید میکنه. مثلا چی؟ مثلا که جنگ دائمی بین 3 ابرقدرت در واقع هدفش حفظ ساختار قدرته. اینکه منابع رو مصرف میکنه و مردم رو فقیر و ناآگاه نگه میداره. جنگ صلح هست یا نادانی قدرت است. دقیقاً. اینکه حزب چطور جامعه رو به 3 طبقه تقسیم کرده و اینکه چطور با کنترل گذشته و استفاده از دوگانه باوری قدرت خودش رو حفظ میکنه. وینستون حس میکنه بالاخره حقیقت رو فهمیده. حس میکنه هم عشق رو پیدا کرده، هم به مقاومت پیوسته، هم کتابی داره که حقیقت رو بهش نشون میده. اون لحظه ها شاید اوج کوتاه آزادی و آگاهی تو زندگی وینستونه. ولی خب این حس زیاد طول نمیکشه. نه، چون درست همون موقع که غرق خوندن کتابه، یه صدایی از پشت قاب عکس روی دیوار میاد: شما مرده اید. و معلوم میشه اون قاب عکس یه پوشش بوده برای یه تله اسکرین دیگه. تمام مدت تحت نظر بودن. و پلیس اندیشه میریزه تو اتاق. و اون وزنه کاغذی قشنگی که وینستون خریده بود نماد گذشته و زیبایی میفته و میشکنه. یه شکستن نمادین. و شوک بزرگتر، آقای چارینگتون، اون پیرمرد مثلا مهربون عتیق فروش، معلوم میشه خودش جاسوس پلیس اندیشه بوده تمام مدت. و اوبراین
اونم همش نقش بوده. اینجا دیگه عمق فریب سیستم مشخص میشه. هیچ جا امن نیست، هیچ کس قابل اعتماد نیست. بعدش چی میشه؟ میبرنشون وزارت عشق؟ مستقیم به وزارت عشق و اونجاست که با حقیقت وحشتناک نهایی روبرو میشین. شکنجهگر اصلی وینستون کیه؟ اوبراین. خود اوبراین. تمام اون حس همفکری، تمام اون امیدواری‌ها یه نمایش دقیق بوده برای به دام انداختن وینستون و فهمیدن عمق مخالفتش. و هدف شکنجه ها فقط گرفتن اعتراف نیست، درسته؟ نه اصلاً. اینجاست که بحث خیلی عمیق میشه. اوبراین خیلی واضح به وینستون میگه هدف حزب چیه؟ قدرت. باید کاری کنن که وینستون باور کنه 2 به علاوه 2 میشه 5. باید خود فرد رو بشکنن و از نو بسازن طبق الگوی حزب. این نشون میده سیستم چقدر دقیق روان افراد رو میشناسه و ازش برای شکست نهایی استفاده میکنه. و ترس بزرگ وینستون موشا هستن. اوبراین یه قفس پر از موشهای گرسنه رو میاره سمت صورت وینستون. و اینجا وینستون میشکنه. کاملا میشکنه. آخرین چیزی که براش مونده بود عشقش به جولیا بود. اونم از دست میده. برای اینکه خودش نجات پیدا کنه فریاد میزنه. این کارو با جولیا بکنید، نه با من. بله، این لحظه خیانت نهایی و شکست مطلقه. روحش تسلیم میشه. بعد از این دیگه فرایند بازآموزی کامل شده. وینستون دیگه اون آدم سابق نیست. و میرسیم به اون پایان بندی تلخ و تکان دهنده. وینستون آزاده ولی آدم دیگه است. تو کافه نشسته، داره به پوستر برادر بزرگ نگاه میکنه و هیچ حسی جز عشق و ستایش نداره. واقعا باورش کرده. بله، اون جمله آخر کتاب، او برادر بزرگ را دوست داشت. پیروزی کامل سیستم بر فرد. کوبنده است واقعا. و اینجاست که پیام اصلی اورول کاملا روشن میشه. 1984 یه هشدار خیلی جدی درباره خطرات قدرت بی حد و حصر، دستکاری زبان و مهمتر از همه شکنندگی حقیقت و فردیت در مقابل یه سیستم تمامیت خواه. خب اگه از این بررسی خوشتون اومد و اطلاعات براتون مفید بود، لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کنید. این کارتون خیلی به ما کمک میکنه. ممنون از شما. حتما نظراتتون رو هم برامون بنویسید. خب فکر کنم برای اینکه مخاطب هم بتونه اون فضا و نثر خاص اورول رو بهتر لمس کنه، خوب باشه چند خط از اول کتاب رو بخونیم. موافقی؟ حتما. شنیدن کلمات خود اورول خیلی کمک میکنه به درک فضا. در راهرو بوی کلم پخته و حسیر کهنه می آمد. و روی دیوار راهرو پوستر رنگی بزرگی نصب شده بود که برای چنین فضایی نامناسب می‌نمود. تصویری عظیم به پهنای بیش از 1 متر که چهره مردی حدود 45 ساله با سیبیل‌های کلفت سیاه رنگ و جذابیتی خشن را نشان می‌داد. وینستون به طرف پله‌ها رفت. زحمت امتحان کردن آسانسور را به خود نداد، چون در بهترین شرایط هم به ندرت درست کار میکرد، چه رسد به حالا که جریان برق به منظور صرفه‌جویی برای استقبال از هفته ابراز تنفر در ساعاتی از روز قطع بود. آپارتمان وینستون در طبقه 7 قرار داشت و او اگرچه 39 سال بیشتر نداشت، ولی چون بالای قوزک راستش دچار زخم واریسی بود، آهسته بالا میرفت. در همه طبقه ها روبروی آسانسور همان پوستر با چهره بسیار عظیمش به دیوار آویخته شده بود و به آدم خیره نگاه میکرد. چشمایش طوری به تصویر کشیده شده بود که انگار آدم را تعقیب میکرد. شرح زیر تصویر چنین بود: برادر بزرگ، مراقب توست. از داخل آپارتمان صدای زنگداری به گوش می رسید که در حال خواندن اروامی در مورد تولید شدن خام بود. صدا از صفحه فلزی مستطیل شکلی به گوش می رسید که بیشتر به آینه‌ای که در شباهت داشت و بخشی از دیوار سمت راست را پوشانده بود. وینستون با چرخاندن دکمه‌ای صدا را کم کرد، ولی کلمات هنوز قابل تشخیص بودند. صدا و تصویر این دستگاه را که به آن صفحه سخنگو می گفتند میشد ضعیف و تار کرد، ولی راهی برای خاموش کردن کامل آن وجود نداشت. به طرف پنجره رفت. اندامی لاغر، نحیف و کوچک داشت که یونیفرم آبی رنگ حزب هم تکیدگی او را بیشتر نمایان می ساخت. با وجود بسته بودن پنجره ها، اسم کرد بیرون باید خیلی سرد باشد. آن پایین
در خیابان گردبادهای کوچکی از زمین برمیخواست و خار و خاشاک و کاغذپاره ها را به هوا بلند می‌کرد. پشت سر وینستون صدایی که از صفحه سخنگو پخش می‌شد همچنان مشغول پرحرفی درباره شدن خام و موفقیت کامل برنامه 3 ساله نهم بود. صفحه سخنگو نوعی دستگاه فرستنده و گیرنده بود که صدای وینستون را حتی وقتی که به زمزمه‌ای بسیار آهسته بود بیدرنگ دریافت می‌کرد. خلاصه تا زمانی که وینستون در محدوده دید دستگاه قرار داشت، هم تصویر و هم صدایش دریافت می‌شد. البته هیچ راهی وجود نداشت که بفهمی در فلان لحظه خاص آیا زیر نظر قرار داشته یا نه. همچنین هرگز نمی‌توانستی سر در بیاوری که پلیس افکار چند بار و از چه طریقی به تفتیش عواید تو پرداخته است. حتی اگر می‌گفتند همه مردم را تمام وقت کنترل می‌کنند، چندان دور از ذهن نبود. یعنی آنها در هر زمان که اراده می‌کردند می‌توانستند همه رفتار و کردارت را زیر نظر بگیرند. مردم از روی عادتی که تبدیل به غریزه شده بود، همواره باید با این تصور زندگی می‌کردند که هر حرفی که می‌زنند شنیده می‌شود و هر حرکتی که انجام می‌دهند به جز در تاریکی. با حالتی انزجارگونه پیش خود اندیشید: اینجا شهر لندن است، پایگاه شماره 1 هوایی و سومین ایالت سرزمین اوشنیا از لحاظ جمعیت. تلاش کرد خاطراتی از دوران کودکیش را به یاد بیاورد. از دوران کودکیش به جز صحنه‌های شاد و دوست داشتنی چیزی در خاطر نداشت که آنها هم مشخص نبود در چه زمانی و چگونه رخ داده‌اند و اغلب واضح نبودند. آنطور که می‌گفتند وزارت حقیقت شامل 3000 اتاق در بالای طبقه همکف و همین تعداد اتاق در زیر زمین بود. در تمام شهر لندن تنها 3 ساختمان دیگر با این اندازه و شکل وجود داشت. این 4 ساختمان تمام عمارت‌های اطراف را تحت شعاع قرار داده بودند و از بالای عمارت پیروزی هر 4 تای آنها دیده می‌شد. این ساختمان‌ها محل استقرار 4 وزارتخانه‌ای بودند که کل تشکیلات دولت بین آنها تقسیم شده بود. ترسناکترین وزارتخانه وزارت عشق بود. هیچ پنجره‌ای درم نبود. وینستون تا به حال به آنجا نرفته بود و حتی از 500 متریش هم رد نشده بود. ورود به آنجا فقط برای انجام کارهای اداری و آن هم پس از عبور از موانع پیچ در پیچ، سیم‌های خاردار، درهای فولادی ممکن بود. حتی در خیابان‌هایی که با آنجا ختم می‌شد، همیشه نگهبان‌هایی با چهره‌های خشن که به یونیفرم سیاه ملبس بودند و باتون‌های تاشو داشتند مشغول گشت زنی بودند. پاکت سیگار مچاله شده‌اش را که آن هم سیگار پیروزی نام داشت از جیبش بیرون کشید و تا به خود بیاید سیگار اول به زمین افتاد، ولی سیگار دوم را با موفقیت روشن کرد. به اتاق نشیمن بازگشت و روی میز کوچکی که در سمت چپ صفحه سخنگو قرار داشت نشست. از کشوی میز یک قلمدان، شیشه جوهر و یک دفترچه سفید قطور با جلد قرمز و طرح مرمرین بیرون آورد. صفحه سخنگوی اتاق نشیمن به جای آنکه طبق معمول بر روی دیوار انتهایی نصب شود تا به تمام اتاق اشراف داشته باشد، بنا به دلایلی بر روی دیوار جانبی بعد درست روبروی پنجره قرار داشت. در یک طرف آن یک تورفتگی در دیوار بود که هنگام ساختن عمارت گویا برای قرار دادن قفسه کتاب در نظر گرفته شده و اکنون وینستون همانجا نشسته بود. وینستون در این گوشه از اتاق می توانست از محدوده دید صفحه سخنگو در امان بماند. به عقب تکیه داد، احساس درماندگی همه وجودش را فرا گرفت. ناگهان فکری به ذهنش هجوم آورد. خاطراتش را برای چه کسی می نویسد؟ برای آیندگان؟ کسانی که هنوز زاده نشده اند؟ برای لحظه افکارش بر روی قطعی نبودن تاریخ بالای صفحه دور زد. برای اولین بار عظمت کاری را که به عهده گرفته بود احساس کرد. یا آینده به زمان حال شباهت داشت که در این صورت به حرفهای او توجه نمی کردند و یا با آن تفاوت داشت و همه این دغدغه‌های او بی‌معنی می شد. صفحه سخنگو موزیک نظامی پخش می کرد. عجیب بود که نه تنها توانایی بیان افکارش را نداشت، بلکه به کلی چیزهایی را که قصد گفتنش را داشت فراموش کرده بود.
هفته‌ها بود که خودش را برای این لحظه آماده کرده بود و در تمام این مدت به فکرش هم نرسیده بود که ممکن است بجز شهامت به چیز دیگری هم نیاز داشته باشد. عمل نوشتن کار ساده‌ای بود. فقط باید گفتگوی پایان ناپذیر و بی امان درونش را که سالها در مغزش جریان داشت به روی کاغذ می آورد. ناگهان در اوج ترس مطلق و بدون هوشیاری کامل درباره آنچه که می‌خواهد بنویسد شروع به نوشتن کرد. 4 آوریل سال 1984 شب گذشته به سینما رفتم. فیلم‌های جنگی. یکی از آنها محشر بود. درباره یک کشتی پر از پناهندگانی بود که جایی در مدیترانه بمباران شد. فریادهای مرد از این با جثه چاوی که هلیکوپتر به دنبال او بود و سعی داشت شناکنان فرار کند تماشاچی‌ها را به هیجان آورد. سپس بدنش را سوراخ کردم و آب‌های اطرافش به رنگ صورتی درآمد. هنگامی که غرق شد تماشاچی‌ها خنده کنان فریاد می‌زدند. بعد قایق نجاتی را نشان داد که پر از بچه بود و زن میان سالی که به احتمال زیاد یهودی بود پسر بچه‌ای در حدود 3 ساله را در آغوش گرفته بود. پسرک وحشت زده جیغ می‌کشید و سرش را طوری به سینه زن می‌فشرد که گویی می‌خواهد درون آن پناه بگیرد و زن او را در آغوش گرفته بود و با وجود اینکه چهره خودش هم از ترس کبود شده بود سعی داشت پسرک را آرام کند. تمام مدت آنچنان او را در بازوانش گرفته بود که انگار می‌پنداشت با دست‌هایش می‌تواند جلوی اصابت گلوله‌ها را بگیرد. بعد هلیکوپتر یک بمب 20 کیلویی روی سر آنها انداخت. بعد افرادی که در جایگاه متعلق به حزب نشسته‌اند شروع کف زدن کردند. اما زنی که در جایگاه کارگران نشسته بود ناگهان جار و جنجال راه انداخت که شما حق ندارید جلوی بچه‌ها این چیزها را نشان بدهید. درست نیست این صحنه‌ها را به بچه‌ها نشان داد. درست نیست. تا اینکه پلیس او را بیرون کرد. من فکر نمی‌کنم هر بلایی سرش بیاورم برای کسی اهمیت داشته باشد. آنها به هیچ وجه به حرف‌های طبقه کارگر گوش نمی‌دهند و به اعتراض آنها هیچ اهمیتی. وینستون که انگار عضلاتش دچار انقباض شده بود از نوشتن دست کشید. نمی‌دانست چه چیز او را وادار به نوشتن این چرندیات کرده است. موضوع جالب این بود که تا دست به قلم برده چون این خاطره‌ای در ذهنش نقش بسته بود و از طریق قلم به روی کاغذ جاری شده بود. حالا می‌فهمید چرا ناگهان تصمیم گرفته بود به خانه برگردد و همین امروز نوشتن خاطراتش را شروع کند. حدود ساعت 11 صبح در بخش اسناد و مدارک محل کار وینستون عده‌ای مشغول بیرون آوردن صندلی‌ها از داخل اتاق‌ها و چیدن آنها در وسط سالن روبروی صفحه سخنگوی بزرگ بودند تا برای برگزاری مراسم 2 دقیقه ابراز تنفر آماده شوند. هنگامی که وینستون می‌خواست در یکی از ردیف‌های میانی جایی برای خود پیدا کند، 2 نفر که آنها را از قبل می‌شناخت ولی با آنها هم کلام نشده بود، به طور غیرمنتظره‌ای وارد سالن شدند. یکی از آنها دختری بود که وینستون اغلب در راهروها از کنارش رد شده بود. او را به اسم نمی‌شناخت ولی می‌دانست در بخش ادبیات داستانی کار می‌کند. از قرار معلوم کار او فنی و در رابطه با ماشین‌های داستان نویسی بود. چون وینستون گاهی او را با دست‌های روغنی و آچار به دست دیده بود. دختری جسور به نظر می رسید و حدود 27 ساله بود. با موهایی پرپشت و سیاه، صورتی ککومکی و حرکاتی مانند ورزشکاران فرز و چابک. حمایل باریک و سرخ رنگی را که سمبل انجمن جوانان ضد سکس بود، چند بار به دور کمرش بسته و آنقدر آن را محکم کرده بود که برجستگی کفلهایش را به خوبی نمایش میداد. وینستون از همان اولین برخورد از او خوشش نیامد. وینستون تا حدی از هیچ زنی خوشش نمیآمد، به خصوص اگر جوان و زیبا بود. اما این یکی به نظر او بیشتر از آنها خطرناکتر بود. یک بار که در راهرو از کنار هم می‌گذشتند، دخترک زیر چشمی چنان نگاهی به او انداخت که تا آن موقع وجودش رسوخ کرد و برای لحظه‌ای قلب وینستون سرشار از وحشت شد. حتی به فکرش رسید که شاید او از عوامل پلیس افکار باشد، اما بعید به نظر می رسید. با این وجود هر زمان که دخترک به او نزدیک می شد، احساس ناراحتی می کرد و
آمیزه‌ای از ترس و خصومت وجودش را فرا می‌گرفت. دیگری مردی به نام اوبراین از اعضای کمیته مرکزی حزب بود که چندین شغل و مسئولیت مهم بر عهده داشت و وینستون چیز زیادی راجع به کارهای متعدد او نمی‌دانست. اوبراین مردی تنومند و قوی‌هیکل با صورتی زمخت، مضحک و خشن بود. بنا به عادت عینکش را طوری روی بینی جابجا می‌کرد که آرامش بخش و به نحو غیرقابل توصیفی متمدنانه به نظر می‌رسید. وینستون در این چندین سال شاید فقط 12 بار او را دیده بود. احساس کشش عمیقی نسبت به او می‌کرد که فقط به دلیل کنجکاویش در مورد تضاد بین رفتار فرهیفته و ظاهر بوکسور مانند او نبود، بلکه بیشتر به خاطر این باور یا شاید این امید بود که وفاداری اوبراین به عقاید سیاسی رایج چندان سفت و سخت نیست.